با آموزش نحوه کار با داشبورد سایت بیکوچ برای آژانس‌های محترم در جهت قرار دادن پکیج هاشون و تور هاشون توی سایت در خدمتتون هستم. همونطور که مشاهده میکنید در حال حاضر یک آژانس از طریق نام کاربری و رمز عبور خودش وارد سیستم شده و البته این یک آژانس نمونه هست و وارد داشبورد خودش از این قسمت بالا سمت چپ شده. اولین گزینه رو که باهاش مواجه میشید اون اطلاعاتی هستش که کاربر یا اون مشتری که میاد از شما خرید بکنه که در اصل ما به جای شما براشون فروش رو انجام میدیم مشاهده میکنه که اطلاعاتتون باشه که البته عرض کردم این اطلاعات یک آژانس نمونه هست. در سمت راست گزینه‌هایی هست مثل داشبورد، تورها، مسافران، گزارش و تنظیمات که شما توی قسمت تورها میتونید لیست تورهاتون رو ببینید و تور جدید تعریف بکنید و از قسمت مسافران میتونید مشاهده بکنید که چه کسانی سایت شما رو تور شما رو رزرو کردن و شما میتونید رزرو اونها رو تایید یا رد یا کنسل بکنید و مشخصات مسافر رو مشاهده بکنید. من خیلی سریع میرم برای ساخت تور. همونطور که مشاهده میکنید یک رابط کاربری بسیار ساده و کاربردی هست برای اینکه شما خیلی راحت‌تر بتونید تورتون رو توی سیستم تعریف بکنید و به فروش برسونید. در قسمت اول دسته تورتون رو مشخص میکنید که از بین 3 گزینه تورهای یک روزه، تورهای چند روزه داخلی و تورهای چند روزه خارجی هست. جزئیات تورتون رو مشخص میکنید، زمانبندی برگزاری تورتون رو مشخص میکنید، مکانتون، گزینه‌های انتشارتون و همچنین پیامی که وقتی که کسی تور شما رزرو میکنه براش از طریق ایمیل و SMS ارسال میشه. من برای نمونه از تورهای چند روزه خارجی شروع میکنم که جای کار بیشتری داره. نام تور رو شما میتونید مشخص بکنید، مدت تور به روز هستش، چه مقداری شما وقتی که ارز رو میخواید تبدیل بکنید اضافه بشه به اون قیمت ارز مرجع که این هم باز دست خودتون اگه دلتون میخواد یه مبلغی رو اضافه بکنید موقع چنج. اگر قیمت تور شما به دلار هست، حداقل و حداکثر افرادی که میتونن این در هر رزرو انجام بدن چقدر هستش، در سایت ما به چه قیمتی میخواین تورتون رو انجام بدید، توضیحات کوتاه و کلیدی، توضیحات خود تور، آپلود تصاویر یا ویدیو هستش که میتونید از روی دسکتاپ خودتون یا حالا هر جایی که عکسی دارید آپلود بکنید که حتما پیشنهاد میکنم عکس‌های خوب و با کیفیت و متفاوت از هتل و محل برگزاری تورتون باشه. وسیله نقلیتون رو میتونید انتخاب بکنید که خب مشخصا اینجا هواپیما خواهد بود و هتل و اقامتگاهتون در کجا هست و همچنین نامش چی هست، تعداد ستاره چقدر و چند شب در اونجا هستید. بعد مشخص میکنید که قیمت 1 تخته، 2 تخته، 3 تخته، کودک و خردسال به چه ترتیب هست، تک تک اینا رو پر میکنید. من با یک نمونه پر شده بعد از این بهتون نشون خواهم داد برای اینکه مشخص تر بشه. پذیرایی روز اول چه کاری انجام میدید، روز دوم میتونید اینجا اضافه بکنید. مثلا روز اول وعده صبحانه مثلا در محل هتل خواهد بود یا مثلا روز دوم شام در محل مورد نظر شما و اینکه چه قوانین رو میخواید شما برای این تورتون بگذارید که میتونید انتخاب بکنید که قوانینی هستش که برای همه تورها انتخاب کردید در قسمت تنظیمات یا اینکه قوانین خاص واسه این تور دارید که میتونید مشخص بکنید که شما به طور مثال مایل هستید که 50% مبلغ تور در موقع رزرو از کاربر کسر بشه و همچنین چند روز از قبل باید این رزرو انجام بشه، چون همونطور که خودتون میدونید امکان این که در روز آخر بخوام یه تور خارجی رو رزرو بکنید به خاطر اینکه بحث رزرو و هواپیما و هتل هست یه مقدار مشکل میشه. و حالا اگر قوانین خاصی هم برای این تورتون دارید که میتونه شامل گذرنامه با اعتبار یا موارد دیگه باشه اینجا میزنید و بعدی رو میزنید. در قسمت بعدی همونطور که مشاهده میکنید به قسمت زمان بندی خواهید رفت که حالا من الان چون اینها رو کامل نکردم اجازه نمیده بهم برم، پس من یه دونه از تورهای آماده رو خدمتتون نشون میدم. از قسمت لیست تورها یک تور که من قبلا ساختم و تموم شده رو که البته منقضی هم شده بهتون نشون میدم. به طور مثال همین تور که مشاهده میکنید منقضی هم شده
و من میتونم ویرایشش بکنم. مشاهده میکنید که تور 1 روزه بوده، جزئیاتش رو میبینید که عرض کردم خدمتون. زمان بندیش رو مشاهده میکنید که زمان و تاریخ به قول معروف ثبت نام هست که چه تاریخی خواهد بود که میتونید شما از روی تقویم گرافیکی انتخاب بکنید تا از چه روزی تا چه روزی خواهد بود، ظرفیت تور چه مقدار هستش و رزروتون به صورت دستی هستش یا اتوماتیک، یعنی خودتون حتما باید تاییدش بکنید یا اینکه سیستم اتوماتیک رزرو ها رو تایید بکنه. مکان برگزاری تورتون کجا هست که من دیگه به خاطر اینکه مشخصه خیلی وارد جزئیاتش نمیشم. همونطور که مشاهده میکنید استان رو شما انتخاب میکنید، شهر رو انتخاب میکنید، اگر تور چند روزه خارجی باشه کشور رو انتخاب میکنید و اینجا با شروع تایپ هر چیزی به طور مثال پاتایا شما میتونید اون رو ببینید و روی نقشه اون رو مشخص بکنید. همونطور که مشاهده میکنید روی نقشه میاد و شما میتونید آدرس محل حرکت رو هم حتی ذکر بکنید. در نهایت شما به قسمت انتشار میرید که میزان کمیسیونی رو که به سایت ما مورد نظرتون هست که پرداخت بکنید رو مشخص میکنید که آیا ما درصد میتونیم به شما بدیم یا مقدار ثابت. به طور مثال شما اینجا ذکر کردی که 5% از این فروش به سایت بیکوش تعلق میگیره، یا میتونید مشخص بکنید که من مقدار ثابتی مد نظرم هست، مثلا از سر هر رزرو 20,000 تومان. و اگر دسته‌بندی تورتون هم اینجا باشه که ما حالا دسته‌بندی رو اینجا افزایش خواهیم داد، طبیعت‌گردی ماجراجویی شهریه، مشخص میکنید که توی طبقه بندی سایت هم مشخص باشه و در نهایت هم پیام رزرو هست که عرض کردم موقعی که شما میخواید که سایت رزرو بشه و پیامی که به یوزر ارسال میشه چی هست، شما میتونید هر پیغامی وسط به خودتون به یوزر بنویسید که من از رزرو شما متشکرم یا پیامی هم اگه دارید براش ارسال بکنید. این نحوه کلی قرار دادن توی تور توی سایت بود که من خیلی وارد جزئیات نشدم چون نمیخواستم ویدیو خسته کننده و طولانی تر بشه. در نهایت شما میتونید برید مسافران رو که اقدام به رزرو این تور کردن رو از قسمت مسافران ببینید که اینجا فعلا خالی هست. اگر باشه همه کارهایی رو که کرده قابل پیش بینی، قابل دیدن و ترک کردن هست. نام تورتون، مبلغی که پرداخت کرده، تاریخ پرداخت، آیا شما میخواید رزروش بکنید، اگر آیا شما میخواید تاییدش بکنید یا کنسلش بکنید و گزارش‌های فروش و تنظیمات که از مبحث این بحث خارجه. امیدوارم که بتونید با پنل ما کار بکنید. بیکوچ خیلی خوشحال میشه که با شما همکاری داشته باشه به عنوان یک آژانس موفق. هر گونه سوال و درخواستی که داشتید ما خوشحال میشیم که بشنویم و کمکتون بکنیم. این صرفاً ویدیو برای حالتی بود که شما میخواستید یک منبعی رو داشته باشید برای کار کردن با سایت بیکوچ به صورت تصویری و مالتی مدیا. متشکرم.